یه لحظه حواست پرت میشه، شیر قلقل میکنه و سر میره. بریم سراغ ترفند اولمون. جلوگیری از سر رفتن شیر یا سوپ. وقتی شیر یا سوپ رو میذاری روی حرارت، یه قاشق چوبی رو به صورت افقی روی دهانه قابلمه بذار. قاشق جلوی تشکیل حباب‌های بزرگ رو میگیره و مانع سر رفتن میشه. حالا ترفند دوممون. جلوگیری از چسبیدن ماکارونی. ماکارونی تازه رو آبکشی میکنی و همش دونه دونه چسبیده. قبل از ریختن ماکارونی به آب جوش یه قاشق روغن مایع اضافه کن. بعد از آبکشی هم کمی روغن یا کره بهش بزنی، دونه ها جدا و براق میمونن. ما راه حل‌های سریع و لوکس رو داریم تو کمتر از 30 ثانیه. بیا توی کانال هر روز یه ترفند طلایی برای آشپزخونت. آشپزی رو شیک و بی دردسر کن.